یعنی غیر از این 7 گروه دیگه مردم مبتلای عذاب قیامت هستند. رفیقش یک کاری بد انجام میده، میگه گفتم رفیقم خفه نشه. یعنی هر انسانی که از ترس خدا آبیدی در ایزان، این شخصیت هم در روز قیامت در سایه عرش در راههای بد گذراندن، وقتی پیر شدن موشان سفید شد، از ترس مردن بعد از اون طهارت کردن مسجد انتخاب. یعنی از حضرت آدم علیه السلام تا آخرین کودکی که در دنیا تولد شده است، همه در صحرای قیامت است. امروز متاسفانه دوستی ها زیاد است، اکثرش یا به خاطر چیز است یا به خاطر مال است. با دست راستش همون چیز بخشید، دستی چپش خبردار نمیشه. دیگر سایه وجود نداره. آفتاب به چنان پستی است که تمام انسانیت مغز سرش میجوشه. جناب پیغمبر روایتی که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتن که در روز قیامت خداوند 7 گروه در سایه عرشش جمع میکنه، یعنی از رنج عذاب و حساب قیامت خلاص میکنه. البته یکی از اون جملهش که هست جوانی هست که و شاب نشأ فی طاعت الله، جوانی که از جوانیش در عبادت بندگی خدا نشأه نما یافته است، یعنی تربیه یافته است، از سن خردسالیش اهل عبادت، اهل مسجد، اهل نماز است. یعنی 7 گروه یعنی اینها است. اگه خواهش برادر که این 7 گروه ما بیان کنیم ان شاء الله کوتاه میگویم شو، اما اگر اینها را مفصل گوییم وقتی ما یعنی گنجایش نمیده. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم در روایتی که هم بخاری هم مسلم روایت کردن از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه، حضرت فرمودند که 7 یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله. تن در روز قیامت وقتی تمام انسانیت در صحرای محشر جمع میشوند، یعنی از حضرت آدم علیه السلام تا آخرین کودکی که در دنیا تولد شده است، همه در صحرای قیامت هستند، همه در یک حالت عذاب و رنج و ناراحتی هستند. در اون حالت دشواری که غیر از سایه عرش پروردگار دیگر سایه وجود نداره. آفتاب به چنان پستی است که تمام انسانیت مغز سرش میجوشه. جناب پیغمبر گفتند بعضی از انسان ها در عرق بدن چون تا بجیلک غرق هستند، بعضی ها تا زانو را در عرق بدن خود غرق هستند، بعضی ها تا ناف، بعضی ها تا یعنی قرطق، بعضی ها حتی جناب پیغمبر گفتند که تا لب‌های خودشون در عرق بدنشو غرق میشوند در صحرای قیامت. یعنی از همون عذاب دشوار و سخت خداوند 7 گروه مردم خلاص میکرده و در سایه رحمت خودش، در سایه عرش خودش جا میکرده. غیر از سایه عرش پروردگار دیگر سایه وجود نداره. یعنی غیر از این 7 گروه دیگر مردم مبتلای عذاب قیامت هستند. اکو برادر عزیز، این برادر مخواهش کرده است که اینها را بیان کنیم، ما و شما نظر کنیم که حدی اقل از جمله یک تاش هستیم یا نه، تا اینکه خداوند در قیامت به حال مرحم کنه و از او عذاب خلاص کنه، در سایه رحمت جا کنه. یکمین از عزیز، میدونم که هر یک شما میخواهید که جای کار کنید و صاحب سام شوید و آرزوهای سبز قلبتان را عملی بسازید. همین طور نه؟ البته کار در شرکت فابرلیک را من به هر یک شما توصیه میدهم. در شرکت فابرلیک کار خیلی آسان است. شما میتوانید در برابر کار خانه، تربیت فرزندان و طعام پختن برای شوهر و عزیزان و نزدیکان با طریق تلفن کار کنید و پول به دست بیارید. اینجا رقم های باوری شرکت فابرلیک را میگذارم و شما میتوانید طریق واتساپ مراجعت کنید، هم برای کار مراجعت کنید و هم برای خریداری. از اونها را پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتند یکمین شخصیتی که از عذاب خلاص میشه و در سایه عرش پروردگار قرار میگیره، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتند که امام عادل، امام عادل است، پیشوایی که او عدالت داره، پیشوایی که در جمعیتش خدمتگار است، کلانتر، اهل علم، سردار، خوجینی که در جمعیتش، در خلقش، در زیردستاش عدل کرده است، خدمت کرده است، خیانت نداره، خیانتکاری نکرده است، حقخوری نکرده است، جبر و ستم نکرده است، ظلم نکرده است، فقط خدمت کردگی است. این چنین سردار، این چنین کلانتر، این چنین پیشوار خداوند در روز قیامت در سایه عرش خودش، در سایه رحمتش جا می‌کرده. و دوم جمله که در روز قیامت از عذاب خلاص میشه و در سایه رحمت پروردگار است، پیغمبر بزرگوار گفتن و شاب نشأ فی عبادت الله، گفتن جوانی هست که از جوانیش در عبادت و بندگی خدا نشأه نما یافته است، یعنی تربیه یافته است، به وایه رسیده است،
از جوانیش حرکت و سعی کوشش و تلاش در عبادت و بندگی خدا گذشتگی است. یعنی در پیریش مسجد نآمده است. ما بعضی انسان‌های داریم که جوانی را در غفلت، در گناه، در معصیت، در راه‌های بد گذراندن. وقتی پیر شدن، موشان سفید شد، از ترس مردن بعد از اون طهارت کردن مسجد انتخاب کردن. یعنی که انسانی که از جوانیش اهل مسجد، اهل طاعت، اهل عبادت بود، این جوان هم در روز قیامت در سایه عرش پروردگار است. و سوم شخصیتی که در روز قیامت در سایه عرش خداوند جا میگیره، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتند که و رجل قلبه معلق فی المساجد، شخصیتی هست که دلبستگی به مسجد داره، یعنی در مسجد بودن دوست میداره، حرکت میکنه که اکثر نمازهاش در مسجد میخونه، حرکت میکنه که حدی اقل اگر نمازم نخونه در مسجد میایه، یگان ورق قرآن میخونه، ذکر میگویه، در گوشه مسجد نشسته، یعنی طاعت و بندگی میکنه. انسانی که دلبستگی به مسجد داره، این شخصیت هم خداوند در روز قیامت در سایه عرش، در سایه رحمت خودش جا میکرد. جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک روایت گفتن که مسجد برای مؤمن مثل ماهی در درون آب است. چنانچه که ماهی را از آب بیرون کردی هلاک میشود، مؤمن هم باید میگه این احساس داشته باشه که لحظه ای که از مسجد جدا شد، از مسجد دور شد، و شخصیت هلاک میشه. و منافق در درون مسجد مثل پرنده در درون قفس است. متاسفانه امروز اکثر مردم نگاه میکنید در مسجد خیلی ناراحت میشوند، خیلی زورشون میآید. وقت خیشان قاری گذران، دراستر خوان، داملو بسیار گپ زد، چقدر ناراحت میشه. انسان باید در مسجد آرامش احساس کنه. مسجد درگاهی است که خانه صاحب تای، خانه پروردگار تای، خانه آفریدگار تای، جایی است که جمعی پاکیزه میشه، آرام میگیری، جایی است که غذای معنوی میگیری، روح و ایمان تو قوت پیدا میکنن، از غفلت بیدار میشه. به این خاطر شخصیتی که دلبستگی به مسجد داشته باشه، جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که او شخصیت هم خداوند در روز قیامت در سایه عرش خودش جا میکنه، یعنی از عذاب قیامت خلاصش میکنه. و علیکم السلام. و دیگر جمله شخصیتی که در روز قیامت در سایه عرش پروردگار است، جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که و رجلان تحابا فی الله اجتمعا علیه و تفرقا علیه. گفتند دو شخصیتی که به خاطر الله هم دیگر را دوست می‌دارند، به خاطر محبت و دوستی الله یک جایه رفیقی و دوستی گشت و گرد میکنند و به خاطر محبت و رضای الله از همدیگر جدا میشوند. اکنون یک جای گشت و گردش در کدام حالت است؟ جدا شدنش در کدام حالت است برادران عزیز؟ یعنی در کارهای نیک خوب، در عبادت و بندگی خدا همیشه یک جایه هستند، با هم یک جایه میگردند. اما در حالت دید که یک رفیق دوستش از عبادت و بندگی خدا جدا شده است، دور شده است، یعنی به سوی معصیت و گناه میل حرکت داره، در اون صورت از این رفیق دوستش کناره‌جویی میکنه. یعنی به خاطر که بعضی برادرها هستن که اگر همراهی رفیقم نمیرفتم خفه میشید، یعنی میره به خاطر رفیقش گناه میکنه، به خاطر رفیقش یک کاری بد انجام میده، میگه گفتم رفیقم خفه نشود. در این صورت باید انسان از رفیقش جدا شود. دیگر شخصیتی که در روز قیامت در سایه رحمت پروردگار، در سایه عرش الهی است، دو رفیقی است، دو دوستی است که به خاطر خدا، فقط و فقط به خاطر خدا دوستی دارن. امروز متاسفانه دوستی ها زیاد است، اکثرش یا به خاطر چیز است، یا به خاطر مال است، یا به خاطر نام است، یا به خاطر یگان فایده است. این طریقه که به خاطر خدا خاص هم دیگر یعنی دوستی داشته باشن خیلی کمی در کم مونده است برادران عزیز و بزرگواری من. یعنی دو رفیق خالص لله هم در روز قیامت در سایه عرش پروردگار هستند. و دیگر شخصیتی که در روز قیامت خداوند را از عذاب قیامت خلاص میکنه و در سایه عرش جا میکرده است، و رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال فقال اینی اخاف الله. یک جوانی هست که یک زن زیبایی دارنده او را دعوت میکنه که بیا با من زنا کن، بیا من تماشا کن، بیا با من یعنی عیش عشرت داشته باش. این جوان به سوی اون زن میگوید که من از خدا میترسم، یعنی از ترسی خدا. این زنهایی که امروز یعنی لیچو چقدر برهنه کردگی هستن تماشاشو میکنه، این جوان از ترسی خدا را تماشا نمیکنه، از ترسی خدا را با او زن یعنی نزدیکی نمیکنه، با او زن
نیت و فکری بد نمیکنه. این جوان هم در روز قیامت خداوند در سایه عرش جا میکرده است. برادران بزرگوار من، ما یک چیز فراموش نکنیم. امروز اکثر مردم ما فکر میکنن که فقط حرام و گناه زنا هست. زنا فقط یک نوعی نیست که همون دو آلت با همدیگر یک جای شوند. جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که چشمهای انسان هم زنا میکنن، گوش انسان هم زنا میکنه، زبان انسان هم زنا میکنه، دست انسان هم زنا میکنه. وقتی پرسیدن گفتن یا رسول الله چی نوع؟ گفتن زنای چشم نگاه کردن است. او تماشایی که به حضور تماشاش میکنی، انا مرا جناب پیامبر زنای چشم گفتن. وقتی به زبانت به لهجه حاضر گوییم، وقتی گپش میتی با او صحبت میکنی، این زنای زبان میشوه. با دستت وقتی دستش میخپی، یعنی یک اعضای بدنش میخپی، جناب پیامبر گفتن این زنای دست میشوه. اینها همش در شریعت حرام. خداوند در قرآن وقتی ما را از زنا معن میداره، رب العالمین میفرماید که ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشه و ساء سبیلا. میگه با زنا قریبی نکنه. مفسرین میفرمایند که جا پروردگار امر نکرده است که زنا نکنه، اینجا امر کرده که قریبی به زنا نکنه. قریبی کردن به زنا انمی عملهای گفتیم اینا هستن برادر عزیز، که زنا بسیار راهی فحش است، راهی بی آبروگی است، راهی خاری است، راهی بی قدری است که والله قسم آخر این شخصیت خار میگردونه، بی قدر بی برکت، رسوای دنیا و آخرتش میکنه. جوانی که یک زن دعوتش کرده از ترس خدا به سوی او نگاه نکرد و گفت من از خدا میترسم، این جوانم خداوند در روز قیامت در سایه رحمتش، در سایه عرش خودش جا میکرده است. و دیگر شخصیتی که در روز قیامت در سایه عرش پروردگار است، جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که و رجل تصدق بصدقه فاخفاها حتی لا یعلم شماله ما ينفق یمینه. گفتن یک انسانی است که صدقه ناآشکار، صدقه پنهانی میکنه. پیغمبر بزرگوار یک مثال زیبایی آوردن که گفتن وقتی که با دستی راستش صدقه کرد، یعنی با دستی راستش همون چیزا بخشید، دستی چپش خبردار نمیشوه. یعنی صدقه پنهانی و ناآشکارم جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم وصف کردن. اکنون امروز متاسفانه یک فعل و عادتی بدی هست در مردم ما. اگر یک شخصیت یک نفر یاردم کرد، دستگیری کرد، براش صدقه داد، زکات داد، ده همه دیگه آوازه میکنه و افشا میکنه من فلانی یاردم کردم، دستگیریش کردم، فلان قسم زکاتش دادم. یعنی از ثواب خودش محروم میگردونه. اگر قصد و نیت ریا باشه یگان ذره ثوابی هم نداره. به این خاطر جناب پیامبر گفتن که انسانی که صدقه ناآشکار میکرد، زمان پیش عادتا بزرگای پیش میگه طرز صدقه دادن شامل بود که یا با انسانهای نابینا را صدقه میدادن، یا اینکه وقتی میدیدن که یک انسان فقیر و محتاج آمده ایستاده است، همون پلهاشون هم میگه در سر راه همون میماندن، خودشون یک جا بیراه بجا میشیدن تماشا میکردن که همین شخصیت آمده این پول پیدا میکنه میگیره. او شخصیت می آمد وقتی پول میافت، این عنیق میکرد که کدام شخصیت صدقه ناآشکارش داده است، میگه میگرفت در حقش دعا میکرد و میرفت. یعنی چنین عادت داشتن. با چی خاطر؟ به خاطر که همون انسانی گیرنده یک روزی که من دید احساس یعنی ناقصی و کمبودی نکنه، نگویا که این من یعنی دستگیریم کرده است، یاردم کرده است، در بالام حق داره. به این خاطر بهترین صدقه هم صدقه برادران عزیز که وقتی که اداش کردی، بعد از ادا کردن دیگه نامبر نکنی، نامش نگیری، فراموشش کنی، گویا نبود. و آخرین شخصیتی که در روز قیامت در سایه عرش پروردگار است، جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که و رجل ذکر الله خالیا ففاضت عیناه. تن شخصیتی که در حالت تنهایی وقتی الله رب العالمین یاد کرد، یعنی ذکر یاد پروردگار کرد، از چشمهاش آبهای دیدش روان می شود. یعنی هر انسانی که از ترس خدا آبی دیده ریزان، این شخصیت هم در روز قیامت در سایه عرش پروردگار است. این بودن برادران عزیز بزرگواری من، اون 7 طایفه گروهی که خداوند در روز قیامت در سایه عرش اونها را جا میکنه. عزیز، میدونم که هر یک شما میخواهید که جای کار کنید و صاحب سام شوید و آرزوهای سبز قلبتان را عملی بسازید. همین طور نه؟
البته کار در شرکت فابرلیک را من به هر یک شما توصیه می دهم. در شرکت فابرلیک کار خیلی آسان است. شما می توانید در برابر کار خانه، تربیت فرزندان و طعام پختن برای شوهر و عزیزان و نزدیکان با طریق تلفن کار کنید و پول به دست بیارید. اینجا رقم های باوری شرکت فابرلیک را میگذارم و شما می توانید طریق واتساپ مراجعت کنید. هم برای کار مراجعت کنید و هم برای خریداری کردن مال محصولات.